بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی الحبیب رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. دوستان و بینندگان عزیز و ارجمند، خدمت همه شما عزیزان عرض سلام و ادب دارم و از خداوند منان تمنا دارم که همه شما در سعادت و خوشبختی و شادی زندگی با ایمانی داشته باشید. از کی بگیم؟ از شخصی که مایه افتخار ماست. هر جا میشینیم سرمون رو بالا میگیریم میگیم که از ماست. شخصی که نه ما بهش افتخار میکردیم، حتی یاران پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بهش افتخار داشتن. انصاریا میگفتن از ماست. چرا؟ چون مدت زیادی در مدینه منوره بوده و پیش ما بوده. مهاجرون میگفتن نه از ماست. واسه چی؟ واسه این که مثل ما هجرت طولانی داشته. این شخصی که مایه افتخاره و حل قصه جنجال انصار و مهاجرین رو هم کی میاد حلش میکنه؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جانم فداش. میان میگن نه از ما اهل بیته. این کیه؟ و چرا ما بهش افتخار میکنیم؟ چه درسایی ما از سیرت زندگیش میتونیم بگیریم؟ اینا رو انشاءالله با ما همراه باشید تا بعد از این میان برنامه کوتاه اینا رو با هم، این شخص رو با هم بشناسیم، باش همراه بشیم، سفرنامه‌شو بگیریم و 1 2 3 ازش درسایی بیاموزیم تا ما بشیم مثل اون. تا فردای قیامت وقتی اونو میبینیم دست بدیم تو دستش بگیم تا از مایی ما از تو، بریم به پیش. خب بعد از این میان برنامه کوتاه در خدمت شما خواهم بود. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقف طريقا به الصالحون مضوا للرشاد وحازوا العلا ففيه السعادة فيه الهنا. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند یاری رساندن به دیگران در سوار شدن بر مرکب و حمل کالای آنان عبادت است. هلم فسر في ركاب الهدى أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقف طريقا به الصالحون مضوا للرشاد وحازوا العلا ففيه السعادة فيه الهنا. سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز. امروز حرفمون از سلمان فارسی. میدونستم خودتون حتما حدس زدید. سلمان فارسی بچه اصفهانی های ما الان خیلی خوشحالند که اسم سلمان رو میشنوند. البته سرزمین فارس، این سرزمین گشایش علم و دانش، این سرزمینی که ایمان و عقیده و توحید تو زمینش ریشه دوونده
مثل سلمان‌های خیلی زیاد داشته و داره و تا قیامت هست. این مردمی که پیامبر خدا میفرمایند که اگر ایمان در آسمون‌ها می بود اینا بهش میرسیدن. الان یه نمونه است. سلمان، مثل سلمان‌ها ما زیاد داشتیم. چند روز پیش دوستی به من این کتاب رو هدیه داد، کتاب استاد حجت الاسلام مرتضی رادمهر رو من وقتی میخوندم اشکم میریخت و فکر میکردم که دارم سلمان معاصر رو میبینم، یه سلمان جدید. وقتی از امام بزرگ ابوالفضل برقعی میخونی یه سلمان دیگه رو میبینی، وقتی از قلمداران مرد میخونی یه سلمان دیگه رو میبینی. شما هم میتونی یه سلمان دیگه باشی. خب پس این سلمان کی بود، چی بود، کجا بود؟ خب سلمان بچه اصفهان بود. پدرش کدخدا یکی از روستاهای اطراف اصفهان بود و پسرش رو خیلی خیلی دوست داشت و از اقتصادی بسیار توپی داشت و آدم بسیار دینداری بود. البته دیانتش چی بود؟ دیانتش زردشتی بود یا آتش پرستی. خب و پسرش رو هم بر همین دیانتش تربیت کرده بود و خیلی خیلی مواظب پسرش بود. چپ و راست هواش پسرش رو داشت، خیلی واسش عزیز بود. خب و در همین اثنا اونو بر دیانت زردشتی یا آتش پرستی تربیت هم میکرد تا وقتی که یکم سلمان بزرگ شد، نوجوانی شد، جون گرفت، مسئولیت اصلا آتشکده رو بهشون دادن، مسئول آتیش بود که نگذاره آتیش خاموش بشه. خب آتیش رو خدای خودشون میدونستن. به هر حال از این خرافات و خزعبلاتی که در اون زمان در این منطقه رواج داشت. خب چی شد و چی نشد؟ اینی که یه روزی پدره نتونست بره. پدر خب خیلی آدم مزرعه ها داشت، باغ ها داشت، وضع اقتصادی بسیار توپی داشت. پدره یه روز مشغول بود، نتونست که بره سری به باغاش بزنه. سلمان رو فرستاد که پسرم تو برو یه سری به این مزرعه بزن. اولین باره که سلمان از خونهش به راحتی و آزادی میاد بیرون. در همین راهی که میرفت به طرف مزرعه دید یک کلیسایی هست. چه خبر؟ سر و صداهای خوبی می اومد. گفت برم ببینم چه خبره. رفت داخل، دید این یه دین دیگه است. شما چیکار میکنید؟ ما مسیحی هستیم. خب دینتون چیه؟ گفتم بله ما همچنین دینی داریم. مسیحیت رو واسش تعریف کردن. فهمید خدایی هست، آفریدگاری هست، پیامبری فرستاده و اینها پیروان اون پیامبرن. خیلی خوشش اومد. نشست باشون، از مسیحیت پرسید، از این ور از اون ور. خیلی خوب، خیلی خوشش اومد. دید که بله این دینشون از ما خیلی بهتره. تا متوجه شد که نه به باغات سری زده و دیرش هم شده. برگشت خونه. پدر هم ناراحت، پریشان. پسرم دیر کرد. وقتی اومد خونه گفت بابا کجا بودی؟ چرا دیر کردی؟ خیلی پریشونم کردی. گفت بابا جون ببین من رفتم تو این راه، یک کلیسا بود، رفتم تو کلیسا اونجا یه دین دیگه داشتن، دینشون خیلی از ما بهتر بود. بله آدم زرنگ، بچه خوب، بچه عاقل، اون دین وراثتی، اون چیزی که از میراث پدران و نیاکان اون ارزش نداره. دیانت اسلام مبنای بازجویی، مبنای عقل و رشد انسان رو گذاشته بلوغ. انسان وقتی که مدت بلوغش میرسه، عقلش میفهمه، اونجاست که باید خودش دینش رو اختیار کنه. میخواد مسلمان بشه، میخواد نشه. خب این مسلمونی که بر مبنای عقل، بر مبنای باور، خداوند اسمش رو چی بود؟ ایمان. یا ایها الذین آمنو، ایمان آوردید، باور داشتید، یعنی خودتون فهمیدید قبول کردید. اگه فهمیدی و قبول کردی این ارزش داره و الا که ارزشی نداره. فرق شما با فرق یک کسی که توی خانواده غیر متدین، توی خانواده نمیدونم مسیحی به اصطلاح بت پرست و این بزرگ شده، اون هم تقلید پدر و مادرش میکنه، شما هم تقلیدش میکنید. فرقش چی شد؟ سلمان این تو عقلش بود، اومد گفت بابا نه اینطور نیست. پدرش اومد براش شرح بده، نه پسرم دین تو خیلی بهتره، ما دینمون بهتره. بعد گفت نه بابا اینطور نیست، بگو میگو شد. با پدر دید که نه پسره داره از دیانت خودشون میره بیرون. چه کار کرد؟ زندونش کرد. خب سلمان دید که راه فراری هم نیست. چطور از فرصت استفاده کرد؟ با اینکه از همین دوستا و نمیدونم خدمتگزاران اینا یه پیامی فرستاد برای مسیحی ها. ببینید به من بگید که مرکز دین شما کجاست؟ همون جای اصلی که دین شما اونجا قدرت داره.
براش پیام فرستادم که این سرزمین شام، طرفای سوریه و لبنان و این مناطق. گفتن خب الان من میخوام به اونجا برم، هر وقتی کاروانی عازم شام بود به من اطلاع بدید. خب این پیکای سری بین اینا رد و بدل شد و سلمان به این صورت شده بود مسیحی. تا اینکه مسیحی ها یک کاروانی میرفت به طرف شام، گفتن که این فرصت خوبه، بهش اطلاع دادن که کاروانی میره. سلمان هم تونست از خونش فرار کنه و خودشو برسونه به اون کاروان میرفت به طرف شام. سلمان هم رفت به طرف شام. در شام که رسید پرسید که بهترین و بزرگترین و سرشناسترین عالم و دانشمند شما کیه؟ گفتن که فلان اسقف. اسقف یک شخصیتی بالاتر از کشیش، پایینتر از پاپ. خب رفت پیش اون اسقفه و گفت ببینید این یه نقطه ایست که باید مد نظر همه باشه. وقتی میخوایم یه جایی بریم، یه چیزی رو به بهترین وضعش بفهمیم، یه چیزی رو درک کنیم، یه تخصصی رو بگیریم، میپرسیم از متخصص، از کسی که بهترینه. اینو ببینید هدف و دید سلمان و ذکاوتش رو میرسونه. خب رفت پیش این اسقفه و گفت آقا اسقفه من قسم اینه، من تازه مسیحی شدم و حاضرم. ببینید پسری از خانواده مرفه میاد پیش اسقفه میگه که من حاضرم خدمتگزار شما باشم که شما اجازه بدید دین رو از شما یاد بگیرم، با شما نماز بخونم. خب هدف داره. در راه رسیدن به هدف به چیزایی که سر راه هست توجه نمیکنه، سد راه ها رو میشکنه، میره جلو. این باید مد نظر هر جوون و نوجوان ما باشه. بعد اسقفه گفت خب اشکالی نداره. مون تو همون کلیسا دید که اسقفه خیلی آدم بدجنسیه، خیلی آدم دروغگو، مکار، از مردم پول میگیره که به مستمندا و فقیرا برسونه، اونا رو میگیره واسه خودش جمع میکنه. همون کاری که خیلی از افرادی که به اسم دین امروز در جامعه ما تجارت میکنن، از مردم نمیدونم دروغ خمسی درست کردن، از مردم به دروغ خمس میگیرن که خمس اصلا مال غنیمت در قرآن کریم، هیچ ربطی به مردم بیچاره نداره، به دارایی مردم نداره. از مردم به شیوه های مختلف مال چپاول میکنن، دزدی میکنن، میگیرن با مکر و حیله که ما اینو میدیم به مستمندا و فقیرا و نادارا و واسه خودشون تو حسابای بانکی جمع میکنن. همین کاری که این اسقفه میکرد، همین کاری که قرآن کریم این رو بسیار زشت شمر. در سوره توبه آیه 34 میخونیم یا ایها الذین آمنوا این کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبیل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اینایی که ای مؤمنان بسیاری از آخوندا و احبار و رهبان و کشیشا و اینا مال مردم رو به باطل میخورن و صد راه خدا میشوند، طلا و ثروت و اینا رو جمع میکنن. این کار همینو میکرد اسقفه تا اینکه اسقفه مرد. اسقفه که مرد مردم اومدن اوی زاری و نوحه خونی و سر بزن و نمیدونم عزاداری که چی، ما اینو میبریم یک مرجع ما وفات کرد، نمیدونم رهبر ما و رهبر دینی ما وفات کرد. اومدن سلمان بهش گفت چی رهبر دینیتون؟ یه آدم مکار دروغگو بود. اومدن سلمانو بزنن. چطور توهین میکنی الان شما هم کسایی که مرجع پرستن، کسایی که تقدس شخصیت دارن، همین که حرف بزنید میان سرتون میگنن. خب سلمان گفت بابا دعوا نکنید، بیاد من دلیل دارم، بیاد نشونتون بدم. رفت نشون داد، با 7 تا کوزه طلا این واسه خودش جمع کرده بود. وقتی اینو دیدن گرفتن به دارش کشیدن، سنگ بارونش کردن. خب بعد از اون یک اسقف دیگه اومد تو اون کلیسا، آدم بسیار خوبی بود، مؤمنی بود، از سلمان باش خیلی خوش شد، خیلی دوستش داشت، تا اینی که این بنده خدا هم وفاتش رسید. وقتی رسید گفت ببینید شما میمیرید، من چیکار کنم؟ من کجا برم؟ کیه که بر دین ماست؟ کیه که بر دین صادقه؟ مثل اون اسقف پیشین دروغگو نیست. گفت ببین پسرم، یک کسی هست در موصل اسمش فلانیه، اگه تونستی به خودتو به موصل برسانی، از چی؟ از شام بره عراق. خب
برو اونجا اسم منو بگیر و پیش اون باش. سلمان از اونجا هجرت کرد، اومد به عراق، موصل رفت پیش این اسقفه رو پیدا کرد، رفت پیشش، گفت من قصه خودش رو براش تعریف کرد، اونم گفت اهلا و سهلا. موند پیش این اسقفه در موصل مدتی تا این اسقفه هم پیر شد و وقت وفاتش رسید. گفت که ببین شما میمیرید، من کجا برم، چه کار کنم، پیش کی برم، کیه که بر این دین حقه؟ گفت والله من نمیشناسم کسی که بر دین حق باشه مگر یه دوستی دارم در نسیبین، برو پیش اون، اسم منو بگیر و برو پیش اون. رفت سلمان باز هجرت و در پی حق. ببین صبرش، اصرارش بر رسیدن به حق، اراده و همت والای سلمان رو ببین. مرد باش مثل سلمان، پیش به سوی حق. سلمان رفت نسیبین، باز اون بنده خدا رو پیدا کرد و خیلی آدم خوبی بود، نزد اون بود تا اینکه اون هم وفاتش رسید. و اون پرسید که من حالا کجا برم؟ گفت بزنم برو در اموریه از سرزمین رومیان، برو اونجا و یک کسی از به این نام پیش اون برو، اسم منو بگیر، اون دوست منه و اون بر حقه. سلمان رفت پیش اون هم آدم بسیار خوبی بود. در اون مدتی که با اون زندگی میکرد شروع کرد به این ور اون ور کاری میکنه، یا چند تا گاو واسه خودش خرید، چند تا گوسفند خرید، تا اینی که این شخصی که در اموریه هم بود این هم وفاتش فرا رسید. گفت که حالا من چه کار کنم، من کجا برم؟ گفت پسرم ببین من کسی رو سراغ ندارم که بر دین حق باشه، اما الان اون وقتیه که علامت ها نشون میده که پیامبر خاتم ظهور میکنه. پیامبر خاتم هم در سرزمین عرب ظهور میکنه، در یک شهری و هجرت میکنه به شهری دیگه که مواصفات این شهری که هجرت میکنه اینه که نخلستان منطقه نخل داره و بین دو تا به اصطلاح سلسله سنگای آتشفشانی سیاه هست و تعریف کرد که این شهر چه سماتی داره. گفت خب علامت‌های خودمون پیغمبر چطور بشناسم؟ گفت ببینیش میشناسیش. از علامتش اینه که مثلا اگر شما بهش صدقه بدی صدقه رو قبول نمیکنه، نمیخوره. اگه بهش هدیه بدی هدیه رو قبول میکنه، میخوره. اگه و رو شانه‌اش پشتش یک مهری هست که مهر پیامبری است. خب سلمان خب مدت‌ها موند در پی این بود که کی میره به سرزمین عرب، تو یه وقتی دید یه قافله از عرب‌ها، قافله تجارتی میخواد بره سرزمین عرب. اومد پیشون گفت آقا اگه من ببرید سرزمین عرب، من این چند تا گاو و گوسفندی که دارم اینا رو میدم به شما. گفتن خیلی خوب بیا با ما. اینا هم خیلی آدمای مکاری بودن، دیدن که بله یه فارسیه، کسی هم نداره، خودشو تسلیم ما کرد. گرفتنش رفتن تا رسیدن به منطقه ای از سرزمین عرب به نام وادی القری که همون شاید نزدیکای خیبر یا خود خیبر باشه. اونجا که رسیدن خب خیانت کردن، گرفتن دستشو پاشو بستن و گفتن این برده است، ما میخوایم بفروشیمش. یه یهودی اومد این سلمانو از اونا خرید. سلمانی که در خانواده رفاه بود الان شد برده. سلمان ثروتمند شد برده و خاطر چی؟ هدفش در پی هدف، هیچ هم مشکلی نداره. این مشاکلی که این مشکلاتی که سر راهش صد میشه واسش هیچ اهمیت و بهایی نداره. به هر حال سلمان مدتی در اون خیبر موند پیش اون یهودیه تا یکی از یهود بنی قریظه از یثرب اومد پیش این یهود، از خویشاش بود. سلمان رو دید، خوشش اومد، گفت که این برده رو میفروشی؟ خریدم. سلمان هم خرید و برد به مدینه منوره یثرب. تا سلمان به یثرب رسید، یثرب رو دید، نخلا رو دید، وصفی که اون اسقف اموریه واسش کرده بود دید، گفت که این همون شهره که پیامبر به اون هجرت خواهد کرد. پیامبر در این اثنا مبعوث شده بود در مکه مکرمه، اما خب سلمان برده بود و از همه چا بیخبر. تا اینی که یه روز سلمان داشت بالای نخل کار میکرد، بردگی بود، به هر حال خدمت اون سرورش رو میکرد. یک آقایی از همون خویشای سرورش اومد گفت اوی خدا بذاره به کمر این عربا. گفت چی شده مگه؟ میگه یک کسی که ادعای پیامبری میکنه اومده قبا، همشون رفتن دورش جمع شدن. سلمان که این حرفو شنید لرزه برش داشت، روی نخل از اونجا کمی مونده بود که بیفته. خب خودش اومد پایین، لرزه، چه گفتی؟ میشه تکرار کنی چه گفتی؟
سرورش عصبانی شد، گفت به تو چه؟ یه سیلی زد به سلمان، برو دنبال کارت. سلمان دیگه فهمید قصه از چه قراره. خب گفت باید برم امتحانش کنم، این نشه مثل اون اسقف شامی باشه که اولین بار رفتم پیش آدم دروغگو مکاری بود. خب یکم خرمایی چیزی که داشت گرفت و شب رسوند خودشو به قبا، رفت پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. پیامبر با یارانشون نشسته بودن، عرض ادب کرد و گفت که من شنیدم شما مسافرید، از راه دور اومدید، نیازمندید، یه مقدار خرما داشتم اینو صدقه گذاشته بودم، گفتم که بیام این صدقه رو خدمت شما بدم که شما نیازمندید. صدقه رو وقتی که خرما رو تقدیم کرد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به صحابه فرمودند که بفرمایید شما میل کنید و خودشون نخوردن. سلمان گفت پس این یکیش. بعد چند وقت بعد پیامبر تشریف فرما شدن به مدینه منوره و سلمان یک مقداری تونستن چیزایی جمع کنن، خرمای چیزی. بعد رفتن خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، صحابه هم نشسته بودن، اومد عرض ادب کردن و گفتن که ببینید من صدقه آورده بودم، احساس کردم شما نخوردید، گفتم که این یه هدیه است برای شما تقدیم، شما یک هدیه تقدیم کنم، شما آدم خوبی هستید. وقتی که تقدیم کرد پیامبر صلی الله علیه و سلم میل فرمودن و صحابه هم میل فرمودن. گفت خب پس هدیه رو قبول میکنه. خب الان نشانه نبوت چطور ببینم؟ سلمان اینور اونور تو مدینه، هر چند وقتی که فرصت میکرد از کار و اینا فارغ میشد یه جایی یه سری میزد اینور اونور، پیامبر از دور مد نظر داشت. اما خب دیگه چطور بگه که لباس رو با این بکشید که من مهر نبوت ببینم؟ روش نمیشد. تا یه روزی که پیامبر یکی از صحابه وفات کرده بودن، پیامبر و برخی از صحابه رفته بودن قبا برای دفن اون بنده خدا. پیامبر هم دوتا شال پوشیده بودن، یک شالی مثل احرام، مثل لباس احرام، دوتا پارچه داشتن، رفته بودن اونجا داشتن اونو دفن میکردن. در این اثنا سلمان از دور اینور اونوری نگاه میکرد که پیامبر متوجه شد که این دنبال چیزی هست. خب یکم پارچه رو آورد پایین، سلمان مهر نبوت رو دید، خودش رو انداخت رو پیامبر و مهر رو بوس میزنه و گریه آزاری. همه تعجب کردن این چی شد، این آدم میگونه چی کار میکنه؟ خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آرامش دادن، گفتن چیه؟ قصه چیه؟ سلمان همه قصه خودش رو تعریف کرد و اسلام آورد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به سلمان فرمودند که شما همین قصه رو واسه صحابه تعریف کن. صحابه هم قصه سلمان رو از دهان خودش شنیدند. واقعا قصه سلمان یک دلیل واضح و روشن بر صدق نبوت پیامبر. اگر ما بخوایم بگیم قصه سلمان معجزه است برای این دین، کفایت. در حال سلمان بدین صورت اسلام آورد، نتونست در غزوه بدر و احد شرکت کنه، به هر حال غلام بود، سرورش نمیگذاشت. یه روز پیامبر گفت سلمان خودتو از دست بردگی نجات بده، بهش بگو، به رئیست بگو، به اون کسی که صاحب حزبش بگو که منو به چند میفروشی، خودمو میخرم. همچین نظامی بود در بین اون بردهداری اون زمان. سلمان اومد، این خب یهودی بود دیگه، فکر کرد بله مسلمون شده، الان مسلمونا به هر قیمت اینو نجات خواهند داد. گفت آقا من 400 اوقیه طلا میخوام. 400 اوقیه طلا یعنی چی؟ یه طلایی 40 درهم بود، یه درهم یه گوسفند بود. حالا ببین چه ثروتی میخواست. خب فقط نه با 300 تا نخل، واسه من باید 300 تا نخل بکاری، این نخلا زنده شد اون وقت آزادی. خب یه ثروت بسیار هنگفتی سو استفاده کرد. اومد پیامبر گفت بله میدیم بشه. در یکی از غزوه ها غنیمتی اومده بود، 40 تا اوقی بهش طلا به طرف دادن. بعد پیامبر به صحابه گفت که در آزادی سلمان سهیم باشید، همه ای که 2 تا نخل بیاری، که 5 تا بیاری، که 10 تا بیار آوردن. پیامبر گفت خودم با دستای خودم میکارم که خداوند برکت بده و سبز بشه. 300 تا نخل برای یهودی کاشتن و سلمان آزاد شد. این سلمان بزرگ مرد که در پی هدایت بود، در پی رستگاری بود، به هدف رسید با صبر، با تلاش، با اراده و عزیمت راسخ، با همت مردانگی. سلمان به این صورت شد مسلمون و در صف اسلام رشادت ها نشون داد. غزوه احزاب یا خندق اسلام نجات پیدا کرد به کار با عقل و درایت سلمان فارسی.
سلمان اومد در غزوه خندق 10,000 نیرو به مدینه حمله ور شده بودن، مدینه رو ریشه‌کن میتونستن بکنن. اینجا بود که سلمان اومد گفت که پیامبر خدا ببین این مدینه از این ور و از این ور نمیتونه دشمن بیاد، از جنوب هم نمیتونه دشمن بیاد، تنها جایی که دشمن میتونه وارد شهر بده شماله، شمال هم قسمتش کمه، ما میتونیم اینجا رو خندق بکشیم. ما همین کارا رو میکردیم، خندق می‌کشیم دور قلعه‌های خودمون در سرزمین فارس. خب رأی بسیار عالی بود، مسلمان ها شروع کردن به خندق کشیدن و خندق درست شد و اسلام و دین نجات یافت به این عقل و درایت سلمان. سلمان کسی بود که حضرت علی در موردش بعد از اینکه وفات کرده بود وقتی میپرسیدن میگفت سلمان یکی از ما اهل بیته، سلمان حکیم این امت، لقمان حکیم امت سلمانه. واقعا انسان بسیار حکیم و با درایت و دریای بی‌ساحلی از حکمت بود. صحابه خیلی خیلی دوستش داشتن. حضرت عمر وقتی که سلمان از خارج مدینه می اومد افراد جمع میکرد بری به استقبال سلمان. این کارو واسه هیچ که نمیکرد. عمر یک انسان زاهد، یک انسان پرهیزکار و سلمان نمونه‌ای بود از پرهیزکاری و صلاح و تقوای عمری. خب سلمان بعدها ببینید از کجا اومد بیرون؟ از خانواده ثروت. چه مراحلی رو در زندگیش طی کرد، خیلی بد، خیلی سختی ها کشید، خیلی رنج ها کشید، برده شد. خب با همه این ببینید انسان وقتی در راه خدا میره هیچ وقت خدا تو رو فراموش نمیکنه. این سلمانی که از خانه کدخدای دهکده اصفهان بر اومد، خداوند کردش چی؟ امیر مدائن. حضرت عمر فرستادش به امارت مدائن. حقوقش چقدر بود؟ حقوقش بین 4 تا 6 هزار دینار، 30 هزار سکه طلا در سال بود. اما چیکار؟ همه حقوقش رو میگرفت تقسیم کرد در راه خدا. یک قرون واسه خودش نمیمون. اونایی که در پی مال و ثروتن، اونا مالدارا و حاکما و امرا یاد بگیرن از سلمان فارسی. یک قرون واسه خودش نمیگذاشت. چیکار میکرد؟ زنبیل درست میکرد. وسایل زنبیل سازی رو میخرید به 1 درهم، زنبیل درست میکرد میفروخت 3 درهم. 1 درهمش واسه خودش غذا و روزگارش، 1 درهمش رو باز صدقه و خیرات میداد، 1 درهم دیگه سرمایه‌اش بود که باز وسایل میخرید و زنبیل درست میکرد. این بود سلمان. بهش میگفتن، البته خیلی از امارت و ریاست و اینا بیزار بود، بهش میگفتن تو چرا از امارت بدت میاد؟ چرا از رهبری بدت میاد؟ چرا از رئیس بودن بدت میاد؟ گفت واسه این که رئیس بودن وقتی رئیسی شیرینه، وقتی ازت بخوان که از ریاست بری کنار یا از ریاست ازت میگن تلخه، این تلخی سخته، واسه این من بدم میاد. آقایونی که ببینید امروز چه انسانهایی هستن، چقدرند از رئیس رؤسا. آقا منم، اگه منو میخواید هستم، نمیخواید همتون رو زنده به گور میکنن. چقدر از رئیس هایی هستن که امروز به خاطر کرسی خودشون، به خاطر به دست داشتن عرش خودشون، چه انسانها و چه قتل عام هایی که نمیکنن، چه انسانهایی بیگناهی رو که نمیکشن. نصفی از ملت میگن آقا ما تو رو نمیخوایم، میخواید و الا میکشمتون. این عقل پوسیده بی اساسه. اما عقل سلمان رو ببین، عقلی که خودش رو درک کرده، درایت داره، در زهد و تقوا و پرهیزکاری نمونه است. یه روزی در شام که بود، خب یک در رهبر مدائن یا رئیس و فرماندار مدائن که بود، یک تاجری از شام اومده بود. تاجری اومده بود واسه خودش خرما و انجیر و اینا آورده بود. دید که یک آدم ساده‌ای هست، گفت آقا میشه اینا رو برای من حمل کنی؟ گفت بله. سلمان امیر فرماندار داره اینا رو حمل میکنه. وقتی به شهر رسیدن مردم گفتن سلام علی امیر، مردم سلام میکردن. تاجر فهمید که چه اشتباهی کرده، اومد که بگه، گفت نه من قرار داشتم که شما رو به خونت برسم، باید برسونم. سلمان ببینید حتی مرگ سلمان، وفات سلمان نمونه است، درسه. یه چیزی داشت همیشه پیش خودش نگه داشته بود، به خانمش هم امانت داده بود دست نزنی بهش، تا اینکه وقت وفاتش رسید. گفت همون امانتی رو بیار. امانت آورد، چی بود؟ مسک بود، عطر بود. اینو گرفت و آب قاطیش کرد، به خانمش گفت اینو دور بر به اصطلاح فراش من، دوشک من یا جایی که خوابیده بود بریز، که الان مخلوقاتی میان که این مخلوقات عزیزن پیش من، منو میبرند پیش خدام. این مخلوقات
غذا نمیخورن اما از بوی خوششون میاد. ببین با چه نفسی، با چه همتی داره سلمان از ملائک خدا استقبال میکنه. خانمش رفت بیرون و سلمان در همین لحظات روحش رو تسلیم کرد به باری تعالی یکتا و رفت به آسمون ها. برای ما درسی گذاشت از رازهای موفقیت سلمان: اراده درست، همت بالا، مردانگی، صبر، شکست نشناختن، ناامید نشدن و به پیش رفتن و از این که آینده چی میشه نترسیدن، اصرار داشتن بر حق، همت بلند داشتن. این درس هایی است که سلمان فارسی پدرمون واسه ما به جای گذاشت. امیدوارم که سلمان واسه ما یک ستاره‌ای باشه در آسمون هدایت. ما چون خیلی های دیگه که راه سلمان رو رفتن، ما هم به راه سلمان بریم و نه از آینده بترسیم و نه اینکه خودمون رو ناامید کنیم. در همه حالت با امید و همت به پیش بریم، مثل سلمان، مثل یوسف علیه السلام بریم. این همه زندگی سلمان با زندگی حضرت یوسف خیلی خیلی هم شباهت داره، از خانواده رفاه و ثروت به سختی ها و برگشتن به موفقیت. این درسی است که ما از سلمان میگیریم. انشالله امیدوارم که استفاده برده باشیم. تا دیداری دیگه همه شما رو به خدای منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد و واسه من هم دعا کنید. خدا به همراهتون.